الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. مالک یوم یا جیزس کرایست فاتحه رو کرایست. یا جیزس کرایست. چی نوشته؟ اومدی نمید بگیری که نه اینجوری مشخصه. نه این بریه زبونش هرچی هست. بس ببینم زبان میخیه. این بالش نمیشه لویی ویتون. نرو رو قبرا. جیزس کرایست. فکر نمی‌کنم اینا چیز داشته باشن، مشکلی داشته باشن با جیزس کرایست. شهداشونه. شهدا گمنام اینا دیگه، می‌بینی اسم ندارن. شهدا گمنام هستش اینجا. آها اصلش اینجاست. صدا اینگه دیگه قهرمانان نیستش. چیز اپرا داخل میکنم. بگذاری بگم. اللهم صل علی Armenian Ethnographic Museum of New Jaffa. وایسا من یه سرچ کنم. The Armenian Ephemeral Music of New Jaffa was founded according to the Margaret Hodgkin's testament based on the decision of fucking shit. خط اول معنی کن بس. میگه که اینجا موزه ارمنی هست. موزه تاریخی ارمنی در جوفا. تمام. تمام. این بالا چی انگلیسی نوشته؟ 100 از 0. نمیشه بابا اسم الله وارد شه. خاچاپوری سوم. گاتپوری هم فامیلشونه. خدا دیسته میشه شماها گفتید بزنید توییتر فکتای مفید. جولفا من فهم می‌کردم تو تبریزه. داره تبریز هم جولفا اوه داره. یه سکه هاش همه جا هست. شاه عباس 1، شاه صفوی 1، شاه عباس 2، خوب ترجمه می‌کنی ها. شاه سلطان حسین، نادر شاه، شاه ترامپ. میتونیم توشو ببینیم. تصویر خواجه. برو بریم پیش خواجه چه تصویری؟ تصویر شاه عباس دوم در مجلس بزم. میشه من ببینم؟ واه. لختم نشسته بوده. تفریح. پا بساطم. جدی؟ وسط چیه؟ اشاق چیه؟ آقا علی سنتوری. حرمه مگه؟ خاچکیان چهارم. دون تاچ. اینجا هم که اینجا تاختشون بوده دیگه. اینجا زندگی میکردن یعنی همون سوراخه دیگه همه نهایتا. بالا رو بگی. بالا رو یه تصویر خوب ازش بگی. اینجا صنعت درگری کاربردی گسترده در زندگی روزمره جولفا نو داشت. ظروف زرین. یه دونه از اینا داریم خونم. This is the digs. This is the couzes. This is the farce. Asiabs here. Asiabs. Asiabs for برکت. bread. برکت نان. This is Golnar. Oh, this is Golnar from the Khachapurians. احتمالا خودشو میشسته با این. This is Arus and Dumats. For a calend. عروس رفته گل بیاره. Microscope. ساخت انگلیس بود. همش ساخت انگلستانه دیگه. این چیه؟ This is افلاکنما. با این مثلا فلک ها رو میدیدن و از این داستان ها. زاویه خورشید و آره دیگه ساعت رو تشخیص میدادن دیگه. تا اونا برای تشخیص ساعت بود. ترازوی حساس. هایزنبرگ واقعا هم زیباست. ایرانم دوستت دارم. این انگلیس. Cinema. This is absolute cinema. Here the cinema and Christopher Nolan was born. نولان توشه. کارکنان دانش آموزان مدرسه شاه عباس. آفرین. خیلی قشنگ. نه اینجا ارمنی بخون. چی؟ ارمنی. دورime interimo ad appare dorime. دامبلدور یا گندالف یا دامبلدور دیگه. فارسی نمیشه بدونیم چیه. بذار من بغلش رو بخونم. بغلش بخون. خلیفه خاچاتور همونه دیگه میگه ای خلیفه
اینجا هم که چیزه دیگه، نودیس، مکتب نودیس. خیلی زور نکن من. اینا مرمت کردن آجی، خیلی رنگ و لعاب داره. این چی میگم؟ خب یه آوردن دیگه، استاد فرشیان آوردن. این عکس اصلیش بوده. به ترتیب نوشته. نگاه کن. این بالا، سمت چپ بالا. 1 شجره‌نامه سلاله یعقوب علیه السلام. 2 رویای دو کدوم وری میره؟ 2 میشه راستی. اوکی. بعد راستی. 2 رویای دانیال نبی تو خوابه، تو تخت خوابه. 3 پایین اولی. اون پایین اولی. آقا 3 اونور بود. 3 آشکار شدن فرشته بر 4 پای بیلقام. 4 میشه بغلیش. تعجیل دادن فرشتگان بر خروج لوط از شهر سدوم. دوستان همونجور که مشاهده میکنیم این چیزی که نوشته اینجا ملکوت آسمان و دوزخه. این پایین نه، این پایین دوزخه، احتمالاً جهنمه. همونطور که می‌بینید مثلا یه سری مار و اژدها و این داستانا که این مردم رفتن تو دهنشون، این احتمالاً دوزخه ما بین بهشت و جهنم. اون بالا هم که بهشته، مثلا احتمالاً اون بالا امام به اماما اون جیزس کرایست هم که بالایی است. دقیقاً مکتب فوت فتیش. بچه همه مردن. داداش ذهنشو پاک کردم با پاک کن. نه آقا زن نداره. چرا؟ یه سریشون احتمالاً ندارن. من میگم اینا رو بازسازی کردن. مریم کو؟ نه این که زن زیاد داره دیگه. چون شیطانه ببین. اینا هم احتمالاً زناش خب مثلا داشتن ولی اینا رو اول تبدیل به مردشون کردن. می‌بینی؟ حالا اونو می‌بینی یه دونه از باسنش حالت خون داره میچکه. نه خون نیست، درختشه. هر حال داره آسیب می‌بینه دیگه. بچگیشو داره نشون این میده. حضرت مریم. خب حضرت مریم بچه داد تو دستش، بعد حضرت مسیح دیگه. مسیح کیه؟ آرش؟ بچه آرش بود. آرش این سمته، این بره. نه کلی فکر کنم مراحل بزرگ شدنش اینا سیه. این وسط هم که بنده خدا به صلیب کشیده شده است اونجاست فکر کنم. نه نکشیدنش اصلا. این بره اینا این میدونی که یهودی ها به صلیب کشیدنش دیگه. او این چیزه انجیله. Angels بوکس. یه جمله سنگین بگو. اونجایی که من هستم اونز. یه دونه هم دوقاب داشته باشیم. دوقاب؟ زوغ گوشافیله. آره خلاصه که بچه‌ها خیلی جای تاریکی خیلی جای تاریکی بود. از جای تاریکی خفنی بود. من خودم به شخصه با اینکه 7-8 بار اومده بودم اصفهان ولی نیومده بودم اینجا. امیدوارم که لذت برده باشین از این چیزای تاریخی. اگر ویدیو ببخشید که ما یکم 13000 تا کامنت بخوره میریم ارمنستان موزه اونا رو. آره خدا این هست میتونیم این کارو بکنیم. 13000 تا کامنت. ما یکم ببخشید که اطلاعاتمون پایینه توی این قضیه تاریخی. معلم تاریخ ما اینکه بعد ولی به هر حال تا جایی که میتونستیم توضیح دادیم. بله این یارو ارمنی داده. آره دست شرط من چرت بدون مزه. آره خلاصه که اینجوری امیدوارم خوشتون اومده باشه. با واکنشاتون ما نشون بدین که خوشتون میاد از این چیزای تاریخی یا نه، چون تو خود تهران هم خیلی زیاد از این چیزا که خیلیا نرفتن هنوز ندیدن. من خودم خیلی هاشو رفتم و میدونم که جذابه برای همه.